اگه تو هم دنبال یه ذهن قوی تری این ویدیو برای توه. تا حالا شده بشینی پای خوندن یه کتابی ولی هر چی که بخونی هیچ یادت نمونه، یا یه کاری رو شروع میکنی و بین انجام دادنش یهو ذهنت پرت میشه، حالا یا به گوشی یا به صداهای اطراف یا کلاً میری توی دنیای دیگه و از اون کار دور میشی. نگران نباش، تو تنها نیستی. امروز میخوام چند تا راهکار ساده بهت بگم که خیلی تاثیرگذاره و بهت کمک میکنه ذهنت قوی بشه و تمرکزت برگرده. مغز و ذهن ما یه عضله است، باید تمرینش بدیم تا قوی بشه. اگه روزی فقط 10 دقیقه تمرین کنین تاثیرش رو به مرور زمان میبینید. یه لیست خرید حفظ کنین یا شماره های دوستاتون رو شروع کنین به حفظ کردنش، جدول حل کنین یا یه جمله رو بدون اینکه همش نگاش کنین از حفظ برین که نگاش کنین بگین و بخونینش، همش با خودتون تکرار کنین. همین کارهای کوچولو کوچولو کم کم به مرور زمان کلی تاثیر میذاره رو تقویت ذهنتون. مغز تشنه آبه. سعی کنین که روزتون رو با یه لیوان آب شروع کنین و در طول روزم آب خوردن رو فراموش نکنین. همین کار کوچیک کلی بهتون کمک میکنه. تمرکز یعنی حضور. سعی کنین زمانی که میخواین یه کاری رو انجام بدین همه نوتیفای گوشیتون، ساعتتون، تلفن، زنگ در خونه همه رو خاموش کنین و وقتی میخواین اون کار رو انجام بدین کاملا رو انجام دادنش تمرکز کنین. مثلا من میخوام این کتابو بخونم، میام 5 دقیقه زمان میذارم، میگم خیلی خب من میخوام 5 دقیقه این کتابو بخونم. همه نوتیفای گوشیم، تلفن، زنگ، ساعتم همه رو خاموش میکنم و فقط 5 دقیقه شروع میکنم به خوندن با تمرکز. باور کنین این 5 دقیقه تاثیرش بیشتر از اینه که 2 ساعت زمان بذاری و فقط روخونی کنی. تغذیه روی مغز خیلی تاثیر داره عزیزای دلم. سعی کنین که ماهی، گردو، تخم مرغ، شکلات تلخ و کلی غذای دیگه که بهشون میگن غذاهای مغز، از اینا استفاده کنین. یعنی یه حالتی باشه که رژیمتون رو هوشمند کنین، چون تغذیه‌تون روی مغزتون خیلی تاثیر داره. اگه میخواین یه لیست از این تغذیه یه لیست از این مواد مغذی که برای مغز داشته باشین توی کپشن کانال تلگراممون رو گذاشتم، واردش بشین و تغذیه مغز رو سرچ کنین. PDF لیست غذاهایی که برای مغز مناسبه رو اونجا براتون گذاشتم، میتونین دانلود کنین و بخونین. این غذاها رو وارد برنامه غذاییتون کنین و مغزتون رو تقویت کنین. خوب بخواب. خوابیدن روی مغز خیلی تاثیر داره. سعی کنین که برنامه خوابتون رو تنظیم کنین، یه روتین خوابی درست داشته باشین و حداقل روزی 6 ساعت بخوابین. اگه 8 ساعت باشه که خیلی عالی میشه. سعی کنین قبل از خواب گوشیتون رو خاموش کنین نیم ساعت تا 1 ساعت قبل از خوابتون. حالا میتونین یه دوش آب ولرم بگیرین یا میتونین چند صفحه کتاب بخونین یا اگه عادت دارین موزیک گوش بدین یه موزیک خیلی ملایم گوش بدین، ولی با گوشی نه. تا حد امکان از اسپیکر و تلویزیون و حتی ساعت و اینا استفاده کنین. و اینکه وقتی میخواین بخوابین گوشیتون رو 1 ساعت قبل که میذارین کنار، دیگه نرین زمان خوابتون نزدیکش، این گوشی ازتون دور باشه. سعی کنین چند صفحه کتاب بخونین یا یه لیوان آب بخورین و در آرامش بخوابین. و اینکه روتین خوابتون منظم باشه. یعنی چی؟ یعنی برنامه خوابتون یه شب 9 نخوابین، یه شب 11، یه شب 2، یه شب 10. سعی کنین بین یه ساعت مشخصی هر شب بخوابین، مثلا 10 تا 11 یا 10 تا 12. حالا اگه یه شب اومدین این برنامه به هم خورد اشکال نداره. عزیزای دلم شما اگه 3 روز در هفته رو طبق این برنامه‌ای که میچینین بخوابین خیلی بهتر از اینه که هیچ روزی رو بخوابین. تمرین تنفس انجام بدین. مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی روزی فقط 5 دقیقه چشماتون رو ببندین و نفس عمیق بکشین. ببین سعی کنین ششاتون رو پر از هوای تازه کنین، چشماتون رو ببندین و خودتون رو به آرامش دعوت کنین. این کار باعث میشه که مغزتون مرتب بشه، چون مغز ما همیشه شلوغ پلوغه. با این تمرین باعث میشه مرتبش کنین و خیلی روی تمرکزمون تاثیر داره. حتما روزی 5 دقیقه رو نفس عمیق بکشین. میتونین برین توی طبیعت یا برین یه جای آروم یا کنار گلدوناتون توی خونه اگه نمیتونین به طبیعت دسترسی ندارین، یا یه جایی که بهتون حس آرامش میده بشینین و این 5 دقیقه رو بدون اینکه به چیزی فکر کنین فقط نفس عمیق بکشین. میتونین یا آهنگ ملایم پلی کنین یا مدیتیشن انجام بدین، یوگا انجام بدین. حالا اگه خیلی نمیخواین وارد بحث یوگا و مدیتیشن اینا بشین، همون
5 دقیقه فقط نفس عمیق کشیدن خیلی بهتون کمک میکنه. فقط بچه‌ها دقت کنین، حتما سعی کنین ششاتون رو تا حد امکان پر از هوای تازه کنین و به آرومی خارجش کنین. نوشتن مغزو جادو میکنه. وقتی شما شروع میکنین به نوشتن یه چیزی با دستتون، مغزتون اونو خیلی بهتر ثبت میکنه. برای همینه که وقتی میرفتیم مدرسه بهمون میگفتن خلاصه برداری کنین. زمانی که معلمتون داره درس میده شما اول میشنوین، بعد میبینین اگه روی تخته بنویسه، بعد شروع میکنین به ثبت کردن خودتون با نوشتن. خب این باعث میشه بشنوین، ببینین، بنویسین، کامل توی مغزتون ثبت میشه. واقعا نوشتن معجزه میکنه. در روزی سعی کنین که حداقل 3 تا شکرگزاری انجام بدین. بچه شکرگزاری خیلی مهمه. یه دفتر کوچولو داشته باش. اگه دفتر ندارین هر چیزی که بتونین روش بنویسین هم تاثیر داره. 3 تا چیزی که مثلا براتون مهم بوده اون روز. مثلا خدا شکرت که امروز توی ترافیک گیر نکردم، خدا شکرت که امروز به موقع رسیدم سر کارم، یا خدا شکرت که امروز یه غذای سالم خوردم، با بچه‌م بازی کردم، یا هر چیز دیگه. 3 تا کافیه. یا هم اگه نمیخواین این کار رو انجام بدین، لیست کاراتون رو بنویسین. سعی کنین در روز حداقل 1 خط بنویسین. نوشتن واقعا تاثیر داره، دست کم نگیرینش. عزیزای دلم، این کار ساده باعث میشه که ذهنتون منظم بشه، بتونه بیشتر تمرکز کنه و حواسش کمتر پرت بشه. نوشتن یعنی فکر کردن روی کاغذ. این خیلی مهمه. این چند تا کاری که بهتون گفتم خیلی سادن اما واقعا معجزه میکنن، دست کمشون نگیرید. یه تغییر کوچیک توی زندگی آدم باعث میشه که قوی تر بشیم. شما کدوم یکی از این کارا رو انجام میدین؟ حتما برام بنویسید. اگه این ویدیو برات مفید بود بفرستش برای اون دوستت که دنبال یه ذهن قوی تر. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. اگه تو هم دنبال یه حال بهتری تو این دنیای شلوغ، اینجا دقیقاً جاییه که باید باشید. اینجا تازه شروع کاره. تو ویدیوهای بعدی بیشتر در این باره با هم دیگه صحبت میکنیم. حتما ما رو دنبال کن.